سلام رفقا، فیسمت هستم. خوش اومدید به چنل من. اومدم راجع به کلیپ اولم 12 ساعت در تلکابین کمی توضیح بدم. من 3 سال در بولیوی بودم. شاید براتون سوال باشه که بولیوی کجاست. بولیوی در مرکز قاره آمریکای جنوبی هستش و هم مرز با کشورهای برزیل، آرژانتین، پرو و شیلیه. من در شهر لاپاز که پایتخت سیاسی کشور بولیوی هستش زندگی میکردم که ارتفاع شهر لاپاز 4200 متر از سطح دریا هستش که متاسفانه 12 ماه سال هوا همیشه اونجا سرده و باید بخاری روشن باشه در خونه ها. و یه مشکل دیگه هستش، اکسیژن اونجا خیلی کمه و افرادی که میخوان برای اولین بار به اونجا بیان دچار تنگی نفس یا کمبود اکسیژن رو حس میکنن. لاپاز به دلیل کوهستانی بودنش از تلکابین به عنوان وسیله حمل و نقل در سطح شهر استفاده میشه که من در ویدیوهای قبلی بهتون گفتم راجع به تلکابینا فیلم گرفتم که اگه دوست داشتید میتونید اونو ببینید و ایرادهای منو در کامنت ها برام بنویسید که در ویدیوهای بعدی اصلاح بشه. حالا اگه بخوام چند تا از جاهای دیدنی بولیوی رو بهتون بگم، اولین جایی که خودم با خانواده رفتم و به نظرم واقعا قشنگه جاده مرگ یا همون جاده یونگاس که به خاطر چی بهش میگن جاده مرگ؟ اول از همه که قدیم خیلی کشته داده و به خاطر کوهستانی بودن و ارتفاعات زیادش همیشه اونجا مه و بارندگی زیاده، به خاطر همین بهش میگن جاده مرگ. دومین جاذبه گردشگری بولیوی دریاچه نمک یا همون سالار د اویونی که مرز بین زمین و آسمان کلا از بین میره که معروف به بزرگترین آینه جهان. و سومین جاذبه گردشگری بولیوی دریاچه تیتیکاکاست که مرز بین پرو و بولیویه. و یادم روزهای اولی که اومده بودم چیزی که خیلی باحال بود برام و از نظرم جالب بود پوشش زنای بومی اون شهر لاپاز که ما بودیم بود و جالبیش این بود که هنوز پایبند به این رسم و رسوم قدیمیشون بودن و لباسهای چیندار و دامن میپوشیدن با رنگهای مختلف و موهای بافته شده. و اینم برام جالب بود که تمام زن و مردها کلاه میپوشیدن. یعنی تو این کشور به نظر خودم مصرف کلاه خیلی بالاه. کلا از
بچه تا بزرگسال همه کلاه میپوشیدن که من خودم روزی از این کشور میومدم کلا یه چمدون پر کلاه داشتم. و فستیوال ها و جشن های زیادی داره، به علاوه رقص های مختلف با لباس های مختلف که من ویدیوهای مختلفی گرفتم از رقصاشون. اگر دوست داشتید و خوشتون اومد از کانال من، میتونید داخل کانالم بمونید تا در ویدیوهای آینده از رقصاشون براتون کلیپ میذارم. الان هم جاتون خالی. 2 ماه اومدم سائو پائولو برزیل که در کلیپ های بعدی کاملتر توضیح میدم. اگر مایل هستید کانال منو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و زنگوله رو بزنید تا ازم حمایت بشه. همیشه تنتون سالم و لبتون خندون. فیسمت هستم. ارادتمند همگی.